سلام و درود. بریم سراغ تعدادی از سفارشات تکسچردار شما. با یکی از طرح‌های دلخواه هم شروع می‌کنیم که چنین نمای زیبایی رو از روبرو ارائه میده، ولی بریم سراغ بافت و تکسچر کار. از قسمت اجرا که شروع کنیم، چنین بافت ظریف و جذابی رو توی تمامی بدنش داریم. قسمت سامورایی و کوهستان زیر پاش، دار و درخت و جنگلی که اینور حضور داره و همه این موارد با هم یک طرح جذاب رو به ما ارائه دادن. طرح بعدی طرحی که از لحاظ آرت استایل تقریبا مشابه طرح قبله، ولی خب موضوعش بتمن ساموراییه که موضوع جذابیه و طرح دلخواه شما هم بوده. ولی بافت و تکسچرش، از قسمت شاخه ها که شروع کنیم، چنین بافت و تکسچری رو میبینیم توی قسمت شمشیر، کلاهخود، زره، شنل و توی تمامی قسمت‌ها یه بافت جذاب و دیدنی رو ارائه میده. طرح بعدی طرحی که از کالکشن خودمونه، موضوع دوزان دریاییه، رنگ‌های به شدت جذابی داره، ولی چیزی که باز خیلی خاص‌تر و جذاب‌ترش کرده بافت و تکسچریه که توی قسمت‌های مختلفش داره، مثل این کلبه، مثل این قایقا، مثل درختایی که اینور حضور دارن، پل چوبی، باز درخت‌ها و کلبه‌های این سمت و از همه مهمتر این کشتیه که این وسط حضور داره هستش و مجموع همه مواردی طرح جذاب و دیدنی برای ما رقم زدن. طرح بعدی طرحیه که ما مشابهش رو داخل کالکشن داشتیم، ولی خب یکی از شما عزیزان مشتری خوبمون خواستن طرح دلخواه خودشون رو ثبت سفارش کنن و یک نوشته به بالای طرح اضافه شده که چنین بافت و تکسچری رو داره. قسمت خود آرتور، کلاهش، گانش و عموی روی لباسش، شخصیت‌های طرفین کرکتر و چنین طرح جذابی رو با هم دیگه رقم زدن. طرح بعدیمونو که خیلی طرح زیباییه، باز طرح دلخواه شما هست. مشتری خوبمون یه طرح زیبا از پورش 911 انتخاب کردن که این نمای روبروی کاره، ولی بریم سراغ باز بافت و تکسچر کار. از انتهای ماشین که شروع کنیم، چنین بافت زیبا و ظریفی رو توی تمامی قسمت‌ها می‌بینیم. خود متن 911 حالت برجسته داره، متن بالا هم همینطور، لوگوی پایین، باقی متن‌ها همگی اینها با هم یک بافت برجسته و جذاب رو تشکیل دادن. اینجا هم تعدادی طرح دیگه داریم، فقط رونالدوشو نشون میدم. این هم نمای روبروی کاره که خود طرح قشنگه. چنین بافت و تکسچری هم توی تمامی قسمت‌های لباس و صورت و اینها داره که طرح قشنگی رو رقم زدن. کارهای آسه یکم سخت و کادر قرار میگیرن، ولی حیفم اومد این دوتا کارو نشونتون ندم. این کار اوله که باز طرح دلخواه شما بوده، پرنس آف پرشیا، خیلی جذابه، ولی مورد اصلی بافت و تکسچر کاره که چنین بافت جذاب و دیدنی و توی تمامی قسمتاش داره. خیلی طرح قشنگی شده. طرح بعدی هم نشونتون بدم. این هم طرح بعدی که دقیقا مطمئن نیستم مربوطه چه بازی، 2 لیگ آف لژندز، ورلد آف وارکرافت، هر چی که هست. این نمای روبروی کار که قشنگه، ولی بافت و تکسچرش هم توی قسمت مختلف، اسب، شمشیر، کرکتر، پایین کاره، توی تمامی قسمت‌ها جذاب در اومده و طرح قشنگی داریم.